آقا مهدی میگم الان دیدی دارم فیلم میگیرم برگشتی؟ آی دیزیم یعنی چی؟ زانویم خب اوه جیره لرده یعنی چی؟ جیر کرد. خب بگو. هی پسر مغرور نشو به این میزان، خب شلوار تو در میاد. یعنی چی؟ عصبی شدم زانوم نه. آقا مهدی من میگم این صندلی این به هیچ چی رحم نکرده، چیز وفا نکرده. میگم این صندلی که الان روش نشستی جاذبه داره؟ آره آره من من میشینه بالا نمیشینه. آره میگم این مسئولین چرا یه میشنن؟ شوهر عمه خودمون خب 20 سال سوپوره بلند نمیشه، یه جوون بیاد بذارش سوپوری کنه، خب خاش تو سرش الان ریدم. تو هم مغرور شده بودی یا نه؟ چک به برادر بزرگتر در جای مسئولین در جای کجا؟ دستم بابا اومدیم یه میز صندلی بخریم جبگیر نشو بلند چت و کلفت بلند شو بریم و جبگیر نشو بیا مسئولی دستمو ببوس. اوی بیا بلند شو بلند شو. آقا مهدی آقا مهدی سلام سلام قربونت. صبح شد تو مغازه مردم گرفتی خوابیدی؟ اومدم یه لحظه امتحان کنم چشم رفت. چی رو امتحان کنی؟ تخت خوابی اینا. پاشو بریم خونه پسر بذار خوبی دو پاشو دقیقه استراحت کنم. پاشو زشته باید حتما بیاد بندازتت بیرون پاشو. چی بندازیم؟ بابا صاحب مغازه دی الان رفته انبار برگرده پاشو. میخوایم پول بدیم دیگه. پول بدی باید بگیر بخوابی؟ نمیخوایم که الان یعنی چی؟ تختم یه ذره خراب شده بود، احتمالاً 2-3 سال دیگه عوض کنیم. اومدم امتحان کنیم. پاشو. احمد یعنی چی؟ پاشو پاشو. چه تخت خواب چه سیسمونی های خفنی، 2 طبقه. واو یه طبقه بالا پله هم داره. آقا مهدی چرا چی شد ها؟ میگم من بچه بودم تو انباری میخوام. خب یارو بره بچهش میاد دوبلکس میخواد. عشق سرش چی خندت گرفت؟ یاد بچگی هم افتادم. یه شب جا نداشتیم تو توالت خوابیدم. بله چرا دیگه؟ برم بس دیگه. باش خدا آبرومه